زیناگایی یکی از مفاهیمی است که این روزا به طور گسترده دربارش نوشته میشه، در پادکست ها بحث میشه، در گردنمه‌های کاری تشویق میشه. اما زیناگایی چیست و چگونه او را باید درک کنیم و در زندگی روزمره خود بگنجانیم؟ در کتاب هر جا که برای آنجا هستی، کابات ذهن‌آگاهی را به عموم مردم معرفی میکنه. او توضیح میده که ذهن‌آگاهی یک تمرین باستانی بودایی است که عارفان، جوگیا و استادان ذهن برای هزاران سال به او پرداختند. البته این تمرین هیچ ارتباطی با بودایی شدن نداره، همانطور که دعا کردن به تنهایی کسی را مذهبی نمیکنه. اما از دیدگاه بودایی ما تشویق میشیم به شیوه زندگی کنیم که بیداری ذهنی و ارتباط عمدی با خود ما، افرادی که دوست داریم و دنیایی که در او زندگی میکنیم ترویج بده. ذهن‌آگاهی یک تمرین است که به شما کمک میکنه در زندگی خود آگاهی بیشتری داشته باشین. آگاهی از احساسات خود، آگاهی از رویدادهایی که در اطرافتان اتفاق میفته و آگاهی از تجربیاتتان با زندگی. بسیاری از افراد آگاهی از تجربه‌های خود به عنوان حضور کامل میدانند و تحقیقات نشان میده که بیشتر بودن در لحظه حال کیفیت زندگی ما را افزایش میده. ما در لحظه حال حضور کامل نداریم، به طور ناخودآگاه از زندگی عبور میکنیم، تحت تاثیر رفتارهای خودکار، احساسات قوی خود قرار میگیریم و اینجاست که اهمیت ذهن‌آگاهی نمایان میشه. آگاهی یک مفهوم ساده در دنیای پیچیده است. به این خاطر تمایل داریم که در نظریه و همچنان عمل بیش از حد پیچیده‌اش کنیم. با این حال ذهن‌آگاهی به سادگی به معنای توجه آگاهانه به لحظه حال بدون قضاوت است. تکرار میکنم، ذهن‌آگاهی به معنی توجه آگاهانه به لحظه حال بدون قضاوت است. تنها چیزی که واقعا وجود داره لحظه حال است. گذشته پشت سر ماست و نمیتونیم دو تغییر ایجاد کنیم. آینده هنوز شکل نگرفته. بنابراین همه چیزی که داریم لحظه حال است. نحوه پاسخگویی ما به افکار، احساسات و اعمال در لحظه حال تجارب ما را با زندگی شکل میدهد. اگرچه ذهن‌آگاهی یک تمرین ساده است، اما آسان نیست. برخی از ما به قدری به احساساتمان چسبیده و زیر کنترلشان هستیم که به زندگی ما غلبه میکنند، در حالی که دیگران به قدری از احساساتشان جدا میشن که هیچ آگاهی از آنچه واقعا احساس میکنند ندارند. دیگر به شدت مشغول انجام کارها به صورت همزمان، زندگی ماشینی و پر کردن زندگی با تعهدات هستیم، به طوری که ذهن ما همیشه در حال چرخش است و حتی فکر کردن به کاهش سرعت میتونه ما را تحت فشار قرار بده. گاهی اوقات ذهن‌آگاهی به این معناست که در لحظه‌ای که با احساسات منفی قوی روبرو شویم تلاش کنیم که بپذیریمشان، به جای ای که بخوایم ازشان فرار کنیم یا وار تغییر بدیم. به همین دلیل بسیاری مراقبه ذهن‌آگاهی را دشوار یا غیر ممکن میدانند. اما روبرو شدن با احساسات ما و آگاهی و بدون قضاوت میتونه به ما کمک کنه که این احساسات به شیوه موثرتر و مهمتر از آن با ایجاد تاباوری پشت سر بگذاریم. ذهن‌آگاهی را یک تمرین میدانم، زیرا به تمرین نیاز داره. زیبایی تمرین است که میتونه به شما کمک کنه تا با احساسات مثبت مانند شادی و خوشحالی رابطه برقرار کنین و هنگام تجربه و بیشتر در لحظه حال حضور داشته باشین. این رابطه زندگی ما را غنی‌تر میسازد. تمرین ذهن‌آگاهی را آغاز کنیم. زمانی که بدون قضاوت تجربه دارین، با اون چیزی که احساس میکنین، با اون چیزی که انجام میدین و به افرادی که حضور دارن توجه کنین. مقدار آگاهی به ذهنتان بیارین، آرام و عمیق نفس بکشین. سعی نکنین به گذشته فکر کنین یا ای که به اگرها در آینده تمرکز کنین. فقط توجهتان به لحظه حال متمرکز کنین و اگر بتونین این کار انجام بدین، شما رسما یک تمرین ذهن‌آگاهی را آغاز کردید.